مرة أخرى تكرر التاريخ تماما كما هزمت بريطانيا قوى علوم الغيب النازية في الحرب العالمية الثانية. الآن الجمهورية الإسلامية أيضا هزمت من قبل إسرائيل خلف الكواليس. لقد انتهى عصر الديكتاتوريين. إيران الجميلة الرقيقة ترتدي ثوبا جديدا. ایران الوطنیة الحدیثه. جمهوری اسلامی پس از سالها به آشوب کشاندن منطقه با جنگ‌های نیابتی و سیاست شکست خورده نه مذاکره نه جنگ، در نهایت هم از موضع ضعف و تسلیم وادار به مذاکره شد و هم جنگ را به ایران تحمیل کرد. ما امروز اینجا هستیم تا نشان دهیم ملت یگانه و در عین حال رنگارنگمان از ادیان و باورها، اقوام و طوایف، اقشار و گروه‌ها و احزاب و گرایش‌های مختلف سیاسی، جمهوری خواه و پادشاهی خواه، چپ و راست در یک هدف مشترک متحدیم: پایان دادن به جمهوری اسلامی و آغاز طلوعی نو از آزادی و دموکراسی و شکوفایی برای میهنمان ایران.